الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، روزداران محترم، بسبب سوالات بسیاری از برادران درباره فدیه طعام روزدار، یعنی چه خیلی کسانی که روزه گرفتن نمیتواند و به جای روزه گرفتن به کی فدیه میدهد و کدام انسان حق دارد که به جای روزه گرفتن فدیه دهد، در این باره سوال کردن. خواستیم در این باره یک روشنی اندازیم از استدلال به آیاتی از قرآن کریم و همچنین احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اقوال علما از صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین و علمای معاصرین درباره این موضوع، تا که برای برادران یک نصیحتی رمضانی باشد تا به آن عمل نمایند. بدایتا سر میکنیم به آیاتی که درباره فدیه نازل شده است. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در آیاتی مشهوری که درباره روزه نازل شده است، در اون باره میفرماید که وعلی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، و برای شخصانی که طاقت روزه را دارند اما روزه نمیگیرند، فدیه داده میتوانند به مقدار طعام یک مسکین. اینجا در بدایت چیزی که مفسران میگویند، در بدایت روزه که مسلمین برای آنها ماه مبارک رمضان فرض نبود، یعنی روزه میگرفتند اما در چیزی که در بعض روایات آمده است همین روزه اختیاری بود در بدایت، و کسی که اگر نمیخواست با جای روزه گرفتن طعام میداد، یا که مسافر بود یا کسل بود طعام میداد دیگه از او ساقط میشد. اما ابن عباس رضی الله عنه میگوید که درباره تفسیر همین میگن که بقیت هذه الآیه فی الشیخ الكبیر والعجوز الكبیره لا یستطیعان الصیام یطعمان عن کل یوم مسکینا. اما وقتی که آیه قرآن کریم نازل شد، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، یعنی درباره ماه رمضان و فرض بودن روز آن، و خداوند در این ماه قرآن را نازل کرده، ان شاء الله در این باره موعظه پرره می شود باذن الله. و در همون آیات خداوند فرمود که فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، یعنی کسی که همین ماه دید و در این ماه حاضر بود، کسل نبود، مسافر نبود، البته روزه بگیرد. به این دلیل دیگر این آیات بعضی علما میگن منسوخ شد، اما ابن عباس میگن منسوخ شد برای آدم‌های درست تندرست به شکل عام، لکن خاص برای موسفید کلانسالی که خلاص شیخ فانی شده است، دیگر قدرتی گوشنه ایستادن ندارد، و همچنان پیرزنی که خیلی کلانسال است که هر دو این استطاعت ندارند روزه گرفتن را، طعام میدهند برای هر روزی روزه نگرفتن، 30 روز یا که چند روز گرفتن و بعد دیگه طاقت نداشتن، یک مسکین را. از همین جهت همین آیت قرآن کریم اگر چندی که به شکل عام منسوخ حسابیده شود، اما به شکل خاص از روایت ابن عباس معلوم شد که برای دو طایفه شخصان این آیت جاری هست و عمل باید بگردد. از این جهت این فدیه دادن، فدیه طعام دادن به طریقه است که باید بنده مؤمن مدامی که حالتی دارد که او در این حالت روزه گرفتن نمیتواند. علما میگن که چیزی که در روایت ابن عباس بود، پیرمردی که او شیخ فانی یا پیرزنی که الکی قدرتی گوش ننشستند. همچنین قسم سوم شخصی که کسلی دارد که کسلی مزمن است، یعنی مرض مزمن میگن به زبان عربی، یعنی به زبان تاجیکی کسلی که امیدی صحت یافتن اون نیست، که خداوند هر یک ما و شما را از این کسلی هایی که دوا ندارند نگاه دارد، و همچنین برادران مؤمنی که به این کسلی ها دچار شدن، الله تعالی در این ماه مبارک آنها را شفای کامل عطا بفرماید. یعنی چنین کسلیه که الکی دکتری خاصی همون کسل میگوید برادران این کس اگر همین روزه بگیره یا که کسلش زیاد بشه،
یا که کسل است و کسلش دیر صحت می شود. در این حالت وقتی که دکتر گفت که یعنی کسل است و ان شاء الله بعد یک ماه صحت می شود، در این حالت علاقه کسلی است که امید است برای صحت شوید، این شخص دا فدیه نمیده، بلکه ان شاء الله اگر صحت شد خودش روزه میگیره. اما شخصی که دکتر میگه که مثل کسلی های وزنی که اونها امید نیست برای صحت شوی، او میگه که برادر این کس دیگه خلاص والله اعلم همین کسل نمیبرن میمرن خلاص. چون که یک پیرمردی هستن که هم کسل هستن، پیرمرد همسالای او مثلا پیرمردای با قوت روزه میگیرن که این پیرمرد روزه گیرد میمرن. برای خاطر این از این شخصان روزه گرفتن ساقط می شود، بعد بدل آن فدیه طعام میدهند. از همین جهت به همین دلیل که در بالا ذکر شد با روایت ابن عباس رضی الله عنه استدلال میاریم و به همین طریقه باید برادری که نمیتواند روزه بگیرد، یعنی از یا پیرمردی کلانسال یا پیرزنی کلانسال یا کسلی، برادری که کسلی امیدی شفا ندارد، از آن به اذن الله سبحانه و تعالی چکار میکند؟ اون کسان فدیه میدهند. از علامه ابن عثیمین ببخشید علامه محمد بن صالح العثیمین رحمه الله تعالی درباره همین فدیه سوال کردن که چی توصیه بدیم؟ آیا بجای طعام که در لفظ قرآن کریم آمده است که فدیه طعام مسکین، باید طعام داده شود، نه پول نه سوم، بلکه طعام داده شود برای مسکین، برای فقیر هم میشود، چون که از مسکین پایان فقیر است، از مسکین بالا رو داده نمیشود. آن مستحقان زکات که 8 طایفه هستند همانها را فدیه طعام داده نمیشود، بلکه فقیر و مسکین را علما میگن داده میشود. مسکین و کسی که از مسکین پایان تر از حالش. اما طالب علم، مسافر، عامل زکات، قرضدار، اینها را فدیه طعام در نص قرآن نآمده است، یعنی فدیه روزه داده نمیشود. از همین جهت علما گفتند که مسکین و فقیر را دادن ان شاء الله جایز است و بس. ابن عثیمین رحمه الله تعالی میگن که طریقه دادن همین طعام دو طور است. و پول دادن میگن جایز نیست، چون که این از جمله بدعت می شود در دین و دلیلی از قرآن نآمده است که اصحاب پیغمبر که در زمان اونها طلا و نقره سوم بود، مثلا تنگه طلا تنگه نقرگین بود که اونها را ذهب و فضه می گفتند، یعنی در زمان پیغمبر مشهور بود. اما رسول خدا صلی الله علیه و سلم با نص قرآن کریم امر میکردند که تو مسکین را طعام داده شود. از همین جهت ابن عثیمین رحمه الله میگه که طعام میدهی هر یک روز یک مسکین را و طعام دادن دو خیر است. اول اینکه مقدار 30 روز همان طعام را میگیری با که چورک ساع است، او را میگیری از برنج است یا از گندم است، او را برده به همان مسکین در خانه 30 نفر تقسیم میکنی. صفت دوم این که یک طعام میپزی و بسوی او عدد مسکین ها را که 30 نفر مسکین را میاری و آنها را طعام میدی. اگر در داخل طعام روغن یا گوشت شما داخل کردیم، مثلا اگر شما برنج داشتید یک مقداری که قادر درباره آن صحبت میکنیم چند مقدار باید شود، یعنی همون مقدار آورده مقدار 30 نفر طعام را پختید و او را با مسکین ها با دیگر ضیافت هم دا او گوشت کردید، دا او بسیار چیز زیادی کردید. به نص قرآن کریم این اجرش زیاد است. خداوند تعالی می فرماید و من تطوع خیرا فهو خیر له، شخصی که با نافله یعنی مستحب و زیادتی از پیش خود به فقرا و مساکین صدقه کرد، مثل که بیان کردیم طعام داد و با او در اون گوشت کرد، در او بعضی سلات ها گذاشت، بعضی میوه ها کرد، مثل یک ضیافت خوب کرده و مسکین و فقرا شکم سیری یک روز اونها را ضیافت داد. ان شاء الله اون تطوع کرده و ثواب به اندازه میگیرد، با زیادتر از اون ثوابی که فدیه خود را داده است با زیادتر خداوند در نام اعمال او بهار آن چیزی که زیادتی از
از مقدار فدیه در آن طعام نهاده است، انشاءالله اجری صدقه نوشته می شود. ابن عثیمین رحمه الله میگن یا که همان گندم یا برنج یا در بعضی دولت‌های بوی خرما تقسیم میکنن، همون یا میبری در پیش خانه‌اش با کیلو تقسیم کرده به 30 نفر میدی، یا که 30 نفر رو دعوت کرده طریق دویم قطعی اونها رو طعام میدی و در طعام چیزی که زیاده شد انشاءالله برای تو صدقه است. اکنون میگذاریم با اون طریقه‌ای که اول اینکه مقداری این فدیه چند است. علما در این باره اختلاف کردن، به مذاهب تقسیم شدن، اما صحیح ترین مذاهب در این باره مذهب جمهور است که میگن که به مقدار یک مد است. اگر گندم یا برنج باشد انشاءالله برابر یک مد است. بعد مد را در زبان فارسی برابری دو کفی که به همدیگر پیوست کرده، مثل که ما یک پنجه ها را با هم پیوست کرده از آب گرفته با دو کف آب میخوریم، یعنی مقداری همین دو کف است، دو کفی به همدیگر پیوست کرده، مثل که آمین میکنیم. همین مقدار اگر در دست خود گندم یا جو یا که برنج گرفتیم، این را میگن یک مد، یعنی 4 مد را میگن یک ساعت، یعنی 4 بار همیشه در یک کوسه در ما ریزیم میشود یک ساعت. اما مقدار مد هر یک نفر فرق میکنه. بعضی انسان دستش کلانتره، مثلا 20 گرم 30 گرم زیادتر میبرد دست او، بعضی انسان دستش خردک است پس کمتر میبرد، و بعضی انسان که دستش میانه است و میانه تر. اگر میانهش حساب کنیم از روی حساب آخرین حسابی که علما کردن میگن اون برابری 750 گرم امروزه ماست. یعنی انسانی که باید بهره هر یک گویم فدیه هر روز او 750 گرمی که این 30 روز هست که برابری 22 کیلو و 500 گرم می شود. اگر با سوع و مد حساب کنیم یعنی او تقریبا می شود 30 مد را اگر جمع کنیم می شود 7.5 ساعت، 7.5 ساعت را اگر گردانیم به کیلوگرم، چقدر گفتیم یک مد 750 گرم باشد، ضرب 30 می شود 22 کیلوگرم و 500 گرم. انسانی که 30 روز اگر تماما روزه نگرفته است، چقدر گفتیم از جمله شخصانی معذوری که در بالا اون طایفه ذکر شدن، از اون طایفه باشد ان شاء الله چی میکند همین قدر باید 22 کیلو و 500 گرم فدیه 30 روزش رو بدهد. و در این باره چقدر که گفتیم پول دادن بدعت است به نص حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم که من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. شخصی که عملی کرد که در اون عمل امر ما نآمده است، طریقی ما نآمده است، منهج ما نآمده است، اون عمل مردود است، یعنی قبول نیست. از همین جهت لفظ قرآن که طعام آمده است برادران خیلی اهمیت دهید و اون فقیران و مساکینی که شما آنها رو طعام بدهید بود اونها شکم سری طعام بدهید به اون دو طریقه که برای شما بیان کرده شد. یعنی فتوای ابن عثیمین رحمه الله در این باره خیلی فتوای خوب هست و آن جمع کننده همه روایت هایی که در بالا آوردیم هست و ان شاء الله این جواب کامل و شفای پره است برای شخصانی که در این باب سوال کردند. این بود یک مسئله اساسی که برای هر یک روزدار، خواه پدری کلان سال یا مادری کلان سال یا کسل هایی که خداوند شفاشون دهد قدرتی اصلا روزگیری ندارن، ان شاء الله یک هدیه از جانب ما برای آنها و نیت ثواب و نیت دعای نیک شما برادران عزیز ان شاء الله این سخن گفته شد و از خداوند متعال تمنا داریم که هر آنچه گفتیم و هر آنچه که شما شنیدید همه را در میزان اعمال ما نگاشته گرداند و نصیب کند که از این سخن برادران فایده گرفته باشند و دیگران فایده بدهند و با آن عمل کنند تا که خداوند متعال آن کمبودی و آن مشکلاتی که در روزه دارند آنها را خداوند برطرف نموده روزه و نماز و عبادات ما را در این ماه مبارک قبول گرداند. والله اعلم و صلی الله علی نبینا محمد والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.